خب دوستان، حالا میپردازیم به او خطاهایی که ما در مدت درمانم و در مدت کارم با مراجعان او را در مراجعان خودم دیدم. مراجعانی که دری بیش از 10 سال به من مراجعه کرد در نهادهای مختلف و مراکز مختلفی که من پروسه درمان را پیش می بردم و مراجعان آمدن و در اتاق درمان خطاهایش را با ما شریک ساختن به شکل حضوری و به شکل آنلاین که چند سال است ما به شکل آنلاین مراجعه دارم. وقتی بررسی کردم از این جمع خطاهایی که ما اشاره کردم یک به یک دوستان، حالا او خطاهایی را با شما شریک می سازم که ما در مراجعان خودم دیدم. اولین خطایی را که من متوجه شدم در مراجعانم دوستان بزرگ نمایی و کوچک نمایی بود. دومین خطا را که زیاد دیدم تعمیم افراطی بود. سومین خطا را که زیاد دیدم افکار دو قطبی بود. چهارمین خطا را که دیدم بایدها بود. البته بایدها را زیاد در مراجعینم دیدم. پنجمین خطا تاپ زدن یا لیبل زدن یا برچسب زدن بود. ششمین خطا که در مراجعان من زیاد بود مثبت ندیدن قضایا و ابعاد زندگی بود. البته من میخوایم میره اشاره بکنم که مراجعانی که من کتش روبرو هستم یعنی افغان‌های هستند که اکثریتش افغان است، مراجعانی هستند که متاسفانه باید بگوییم که زیاد در زندگیشان یکم حق به جانب هستند که در زندگیشان زیاد چیزای مثبت نبودن، ولی بازم متوجه شدم که کمی مثبت هم که بودن امور هم نمیدیدن. هفتمین خطا که من در ازان مراجع متوجه شدم او ذهن خوانی بود. هشتمین خطا هم تغییر نقش یا ملامت کردن بود که مردویش یکی میگیرم. نومین خطا هم فیلتر ذهنی بود که من در مراجعان خودم هم زیاد دیدم بشه. یک مورد دیگه هم که میخوایم اشاره بکنم که من نامش حیثیتی سازی ماندیم، ولی اونمو خطایی است که به شخصی سازی ارتباط میگیره. این خطا هم در مراجعان ما بیشتر از خطاهای دیگه دیده شد و من زیاد در مراجعانم دیدم و وقتی که کار کردم در بسا موارد در حالشان بهبود آمد و خوب درمان شدن.